امروز میخوایم یکم راجع به بیماری گال با هم صحبت کنیم. گال چیه؟ گال یه بیماری پوستیه که بسیار 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 مصری هم هست و از فردی به فرد دیگه سرایت پیدا میکنه. حالا علائم این بیماری چیه؟ یکی از علائم خیلی خیلی واضح این بیماری خارش شدید شبانگاهیه. یعنی همین که شما تصمیم میگیرید بریم بخوابیم، بدنتون شروع میکنه به خارش، انقدری که خواب رو از چشماتون میگیره. از علامت‌های دیگه گال دونه هاییه که توی سطح بدنتون در میاد. این دونه ها به رنگ صورتی یا قرمز، بعضی مواقع هم شبیه تاول‌های آبدار و خیس. حالا این دونه هایی که در اومده روی سطح بدن بیشتر در کدام نقاط دیده میشن؟ لای انگشتای دست و لای انگشتای پا، زیر بغل، اطراف آلت تناسلی، کشاله ران و روی کمر و اطراف سینه دیده میشن.